سلام. میگم ظاهرا این داستان قاطی کردن شیخ فری خیلی داره تو نظام کش پیدا میکنه. حالا ورق پاره ها با سایت های باند عظما همینجوری دارن گمان زنی میکنن ببینن شیخ فری چه دردشه. تقریباً 3 ماه تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق جامع میان ایران و قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای باقی مانده است و خبرهای منتشر شده از محافل دیپلماتیک حکایت از باقی ماندن اختلاف‌های جدی میان طرفین دارد. بر همین اساس یکی از فرضیه‌ها این است که روحانی با هدف به عقب راندن منتقدان و باز کردن فضایی بیشتر برای خود دست به حمله لفظی بی سابقه علیه آنها زده است. جالب اینجاست که گردوننده های دلواپس این ورق پاره همین چند جمله رو از ریزشی های باند خود شیخ فری نقل کردن. حالا ببینیم شربت مداری چی نوشته. قبل از آن که اردوی دیگری در یکی از کشورهای اروپایی زده شود، سوال این است که تیم مذاکره کننده با کدام آورده سیاسی می‌خواهد مذاکره را به نتیجه برساند؟ حالا این حرفا رو بذارید کنار این خبر تا قضیه روشن‌تر بشه. آقای روحانی تاکید کرد تهران در مذاکرات خود با کشورهای 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدی است و چیزی بیش از حق خود از جمله غنیسازی برای اهداف صلح‌آمیز نمی‌خواهد و در این مسیر هم تنها نظارت‌های قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌پذیریم که در چارچوب NPT و پادمان باشد. آژانس هم به عنوان تنها نهاد بین‌المللی در این زمینه به وظایف خود عمل کند. بله، شیخ فری فرصت سفر آمانو رو هوا زده تا با 1000 ایما و اشاره و چشمک و چراغ به طرف حسابا بفهمونه که آقا قضیه جدیه، جان مادرتون بیایی توافق کنین، زهر رو بزنیم تموم شه بره. آژانس هم هر وقت خواست بیاد تمام سوراخ سنبه های بیتو بگرده، بعدم تحریما رو بردارید و خلاص. رئیس جمهور گفت در صورت دستیابی به توافق نهایی با 5+1 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو، ایران در حد مورد نیاز خود به غنیسازی در داخل کشور ادامه می‌دهد و طرف مقابل هم باید تحریم‌های دو جانبه و چند جانبه و بین‌المللی را بردارد. حالا این شیخ فری له و لورده رو در نظر بگیرید که از یه طرف به خاطر این پا و اون پای عظما مذاکراتش تمدید شده، از اون طرف هم که تحریما میچلوندش، از اون طرف هم که انبار باروته و جرقه انفجاری. خب واسه همینه که یارو قاطی میکنه و به دلواپسا میگه برید جهنم دیگه. به این میگن وردنه بحرانه ها، باهاش خمیر ولایت صاف میکنن. موشکار